قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید مشورت‌ها جریان دارند و آینده نزدیک افغانستان ارتش منتظم خواهد داشت. قاری فصیح‌الدین تاکید کرد که نیروها باید طور آموزش بینند که بتوانند از افغانستان حمایت کنند. او که در یک همایش در کابل صحبت میکرد وعده سرکوبی مقاومتگران را داده افزود که نمیگذارد کشور وارد جنگ داخلی شود. کسانی که به نام قومیت و مقاومت برای پشتیبانی از دموکراتیا و حفظ دستاوردهای 20 ساله در برابر این گروه ایستاده‌اند سرکوب خواهند شد. این افراد در پی خلالدار کردن امنیت و سوق دادن کشور به جنگ‌های داخلی اند. گفته است فصیح‌الدین نیروهای طالبان اجازه اخلال امنیت و با خاک و خون کشیدن افغانستان را خواهند داد. گرچند رئیس ستاد ارتش طالبان از افراد و گروه‌های مشخص نام نبرده است، رسانه‌های افغانستان میگوید منظور قاری فصیح‌الدین نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود است. در پی دعوت احمد مسعود اخیراً در ولایت گوناگون افغانستان همایش‌های فعالانه مدنی از جمله زنان برای حمایت حقوقشان از قبیل حق کار و تحصیل برگزار شد. طالبان برای پراکنده کردن این همایش‌های اعتراضی از گازهای اشک‌آور و خشونت کار گرفتند. قاری فصیح‌الدین رهبر فعلی ستاد ارتش طالبان تاجیک بوده بیش از 50 سال دارد. او زاده ولسوالی وردوج ولایت بدخشان افغانستان است که در زمان جهاد علیه اتحاد شوروی سرگروه‌های سید نجم‌الدین واسق فرمانده جمعیت اسلامی تحت امر برهان‌الدین ربانی و شورای نظار احمدشاه مسعود بود.